که بهش اشاره کردیم بخشش خیلی میتونه ارتعاشتون رو بالا ببره و به نوعی سرنوشتتون دچار تاثیرات مثبت بکنه. باور کنید دوستان، من مایل نیستم دوباره تکرار کنم، ولی انقدر مهمه که من دوباره میخوام مواردی رو که اشاره کردم به صورت فورس ماژور کوتاه اشاره بکنم. دوستان سعی اینا رو به خاطر بسپارید. باور کنید ما میتونیم بریم مسائل دیگه ای رو بگیم، در مورد موضوعات دیگه صحبت کنیم، ولی مهمه دوستان. پس ازتون خواهش میکنم دقت کنید. ببینید، رضایت از وضعیت رو در خودتون ببرید بالا. امیدوار و مثبت نگر باشید. باورهاتون رو بر اساس انتظارات مثبت نکنید. شور و شوق در وجودتون ایجاد کنید برای در واقع این مثبت نگر بودن و این حالی که دارید. خوشحالن رو دوستان ساختگی بسازید. حتی خنده مصنوعی مغز ما نمیتونه تشخیص بده که شما داری مصنوعی میخندی یا داری جدی میخندی. خنده الکی، حتی بعضی از مدیتیشن ها رو من دیدم در بعضی از آشرام ها هندی ها جمع میشن و خنده مصنوعی رو انجام میدن، انقدر تا به حد قهقهه میرسن و حال میرن. یعنی یه مقدار از خوشحال بودن هم دست خودمونه در این زمینه و مغز ما تصمیم نیست که شما داری میخندی یا علکی داری میخندی. خوشحال بودن رو دوستان علکی هم شده وارد زندگیتون بکنید. شاد بشید، بخندید، شادی رو وارد زندگیتون بکنید. سعی کنید در واقع از مسائل منفی دوری کنید. اشتیاق مثبت داشته باشید نسبت به همه مسائل. افکارتون رو مثبت کنید، نسبت به خداوند شکرگزار و نسبت به همه موجودات و همه امکانات و در واقع اون که موجود هست براتون شاکر باشید. شکرگزار بودن خیلی مهمه. بعد لذت جو بودن و مثبت‌گرا بودن در لذت. شما باید سعی کنید برای خودتون دلخوشی‌های کوچیک ایجاد بکنید و در واقع لذت جو و دنبال لذت مثبت باشید. قدرت جو و قدرت و در واقع مثبت نگر در پیشرفتتون باشید. همیشه سعی کنید که برای پیشرفت خودتون جایی مثبت به سرتون بزنه. آزادی در مورد همگان زیباست. برای همه آزادی بخواهید، برای همه رستگاری بخواهید، برای خودتون هم این گونه است. و عشق که در واقع گفتم به همه کائنات، به همه موجودات، به همه افراد عملا عشق بفرستید. بگید که من همه رو دوست دارم، برای همگان از خداوند شادی میخوام. و نهایتا مورد بخشش، که دوستان بخشش رو میدونم بعضی مسائل خب سخته و گذشتن سخته، اما برای خودتون سعی کنید ببخشید. چون وقتی که ببخشید کارمای شما پروندهش بسته میشه. میگن این فرد این پرونده رو بسته و از طرف شما وقتی بسته بشه پرونده به نفع شماست. دیگه با شما کاری نخواهد بود و شما به رستگاری نزدیکتر میشید. به رهایی از کارناها و تجسدهای مختلف نخواهید رسید. همگان و همه چیز و همه کس رو باید شامل این بخشش بکنید. هرچی بیشتر، کاملتر و دائمتر باشه این مسئله، مسلماً میتونه اثرگذاری فوق‌العاده‌ای داشته باشه.